خب خیلی ممنون از شما برای محبت کردین، وقت در اختیار ما گذاشتین. حالا این در واقع میخواد یه وایس خیلی کوتاهی بشه. بله. ما بیشتر در رابطه با تجربه خودتون ببینید برای عزیزانی که شاید همین پروسه رو میخوان طی کنن، خانواده هستن و حالا چالش هایی که در این بین براشون هست یا اینکه اون بخشی که خیلی در واقع باید حواسشون بهشون باشه، اگه از تجربه خودتون هر نکته‌ای به نظرتون میرسه با عزیزان به اشتراک بذارید که ما براشون واقعیت چه بخواید من خیلی تجربه خوبی از همکاری با وکلا ندارم. درسته. توی زمینه یعنی هر بار که این موضوع رو تلاش کردم تاش پشیمون شدم. این بار تنها باری هست که میتونم بگم نه تنها خوشحالم خودم توصیه هم میکنم. بسیار عالی. در واقع انتخاب وکیل مناسب به نظر من میتونه خیلی خوب باشه. خیلی مسیر راحت‌تر میکنه. آره ببینید تنها چیزی که تو حالا پروسه مهاجرت پروسه پیچیده‌ایه. 100%. قسمت در واقع پیچیده‌اش اینه که ناآگاهی وجود داره نسبت به شرایط و یه اشتباهی کوچیک ممکنه در واقع فاجعه به بار بیاره. آره از صرفاً هم از اون ناآگاهی، یعنی شما اطلاعی ندارین. دقیقاً شما چیزی رو نمیدونید. درست. مثلا و خب انتظاری که میره وکیل باید بدون. بله. تو تجربیات قبلی من سال‌هاست درگیر در موضوع مهاجرت برای دلیل شخصی. من برای کانادا هم اقدام کردم. درست. البته کانادا رو من توریستی اقدام کردم. حالا فکر کنید من خیلی راحت مثلا چه ویزای شنگن میگیرم میرم این ور اون ور، ولی کانادا ریجکت هم کرد و علتش هم هیچ چیزی نیست به نظر من جز وکیلی که داشتم. همسرم پذیرش گرفت خود شخصا از یک دانشگاهی، ولی خب پروسه ادامه ماجرا رو سعی کرد با یه وکیل بره جلو و دقیقاً به خاطر جی اس تصور من این هست که در واقع ریجکت شد در نهایت. درسته. اما خب تجربه کار من با کیدی اینترنشنال به نظر من تجربه خیلی خوبی بود و ارزنده است و به همه هم توصیه می‌کنم. بسیار عالی. ما هم خیلی خوشحالیم که شما رضایت کامل دارین. حالا میدونم روشن زدم فوق‌العاده زحمت کشیدن رو کیس شما. من خودم واقعا خیلی آدم سختگیریم، یه مقدارم اذیت می‌کنم. راجع به زمانبندی و خیلی از مسائل خب یه سری حساسیت شخصی ربطی هم به مجموعه شما نداره. متوجهم. و تا یه چیزی رو درک نکنم همراهی هم نمیتونم بکنم. یعنی اصلا موضوع این نیست که کسی داره کوتاهی میکنه. من تا نفهمم چه خبره، حالا ایشون داره زحمتشو میکشه، همه کارها رو هم داره طبق روال و برنامه‌ریزی خودش جلو میبره. اما من تا نمیدونم مزاحمت ایجاد میکنم. دست خودم نیست. هیچ وقت حسابی اذیت کردم توی مدت، ولی ته ماجرا نتیجه بسیار عالی. نمیشه رضایت نداشت. شاید بعضی مثلا از خودشون بپرسن که خب من اصلا چرا باید با خانواده برم؟ مثلا منی که الان مثلا خانواده دارم این مسیر برام مناسب هست یا نه؟ شما تجربه خودتون به چه صورت هست یا باوری که خودتون داشتید؟ واقعیت اینه که من به خاطر خانواده‌ام دارم میرم. یعنی من خودم خب بیزینسمو اینجا دارم کار میکنم، هر روزم اوضاعم بهتر از دیروزه، ولی ته ماجرا هممون میدونیم ایران تو چه شرایطیه. درست. و دنبال یک نقطه امن میگردیم برای خانواده‌مون. یعنی من دقیقاً شاید برم خانواده‌مو اونجا حتی بذارم و برگردم ایران بعد یه مدتی، زمانی که مطمئن شم همه چیز روی یک روالیه. درست. بنابراین وقتی علت این مهاجرت خانواده است، خب طبیعیه که اقدام میکنم برای خانواده‌ام. یعنی من تو اولویت اولم فقط من مینفکن بودم همین. دقیقاً درسته. و حالا اگر نکته‌ای براتون جالب بود، چون می‌دونم چندین تجربه داشتید شما با وکلای مختلف، از همکاریتون با کیدی و حالا چیزی که براتون از این خیلی جالب بود توی این مسیر دیدین، یا اگر همون فرموده خودتون که گفتین من توصیه می‌کنم کیدی رو به دیگران، چه چیزایی رو دیدید در این بین که به نظرتون میتونه تفاوت ایجاد کنه؟ ببینید تو هر کاری از نظر من دقت، یعنی فوکس بودن روی اون موضوع. درسته. نه صرفاً این که بگم خب یه کیسی در اختیاری که قرار گرفته یه مطالعه سطحی هم میکنه، از طرفی تجربه خودش رو هم میگه من دارم و اقدام میکنم، اما اینکه اشراف کامل داشته باشه به اون کیس نه به اون کار. درست. یعنی شما یه حرفه‌ای دارید میگید من فوکسم روش، من ممکنه 10 تا پروژه داشته باشم، حرفم هم معماریه و معماری مسلطم، آیا رو اون پروژه هم مسلطم؟ یعنی آگاهی کامل نسبت به شرایطم دارم یا نه؟ سوالاتی که از من پرسیده شد، جوابهایی که با دقت از من دریافت شد، بررسی هایی که روی اون شد و کامنت هایی که به واسطه اون برگشت، به نظر من میتونه این تنها علت موافقت این کیس باشه. یعنی دقت تمام همه جزئیات. سوال دقیقاً بحث من همینه. برای مثال دارم میگم، مثلا به من میگفتن که فلان چیزو در فلان تاریخ دریافت کن. ببین این خیلی روشنه.
شما دقیقاً باید برید مثلا به مبلغ $143,000 بانک استیتمنت در تاریخ فلان با این شرایط تهیه بکنید. درسته. در حالی که خب یه وکیل دیگه میتونه به شما بگه برید $143,000 تهیه بکنید. درسته. این دو تا خیلی متفاوته. متوجه هستم. بله. میدونید این که مثلا چه میدونم به من برید به هر صورتی یک چیزی رو بفروشید که ثابت کنید که این پول مال شماست. درسته. چون ممکنه یه وکیل اینو به شما نگه. اصلا ممکنه من این پولو داشته باشم تو حساب خودم هم نباشه، تو حساب شخص دیگه باشه، تو حساب شرکتم باشه، اینو خیلی راحتم منتقل بکنم. من تا وقتی نتونم پروف کنم برای اونا که این مال منه، طبیعتاً دچار مسئله میشه. تو همین حساب تصور من این هست که فوکس میدم روی خود اون کیس از همه چیز مهمتره. دقیقاً. حالا میگم خانم روشن که خیلی من میدونم ما هم صحبت کردیم و تمام این جزئیات چیدیم و خوشبختانه خیلی هم خوب نتیجه داد. یعنی ما خودمون هم خیلی سورپرایز شدیم که اینقدر خوب و به موقع ویزا اومد و بسیار هم عالی. پس حدسم اینه که اون جلسه جی اس خیلی به شما کمک کرد که هم مسیر رو در واقع مطمئن بشین، هم که در زمانی که به ویزا رسیدین تک تک تسکایی که در واقع با هم انجام دادین مسیر رو راحت تر کرد براتون. بسیار هم عالی. ما خیلی خوشحال شدیم واقعا ویزای شما اومد، چون میدونیم دقیقاً مسیری که عزیزان طی کردن به گفته خودتون چندین سال درگیر این مسیر هستین. اینکه میبینیم اینقدر خوب همه چی انجام میشه دقیقاً هم به خاطر همون مسئله است که تک تک جزئیات رعایت شده که اینقدر سریع به نتیجه من یک بار سال 89 اقدام کردم برای کانادا. اون زمان اسکیل ورکر بود و تمام مدارک تهیه شد، ارسال شد برای کانادا. یادم اون زمان با پست DHL باید میفرستادیم، حتی در واقع وجه اپلیکیشن فی رو هم باید میذاشتید به صورت نقدی میذاشتید توی پاکت. من فرستادم اونجا و منتظر بودم DHL بسته رو دلیور کنه به در واقع اون بخشی که باید این بسته رو بررسی بکنه. زده بود 3 روز زمان رسیدن این بسته به کاناداست. این 3 روز شد 3 هفته و من مدام با DHL اون زمان در تماس بودم که این بسته چرا دلیور نمیشه. در نهایت از طریق یک آشنایی متوجه شدم اداره پست توی کانادا 2 ماه در 1 ماه و نیمه که توی اعتصاب و اون بسته به هیچ وجه دلیور نشد توی اون ددلاینی که باید میرسید و مثلا 9 ماه بعد هم با همون شکل برگشت ایران. و بعد از اون هم دیگه در واقع اون بحث اسکیل ورکر روی بخش معماری برداشته شد. یعنی ظرفیت‌ها به شدت کاهش پیدا کرد، دیگه منم اقدام نکردم. گذشت تا سال اگه اشتباه نکنم 95 که 96 میخوام که من اقدام کردم برای استرالیا. خواهرم تازه رفته بود اونجا، من در واقع از همین اسکیل ورکر میخواستم اقدام بکنم که پروسه اسسمنتمو با یک وکیلی جلو رفتم. درست. و فکر کنید مثلا برای من 4 سال اسس بگیره و زنگ زد انتظار داشت که تشکر هم بکنم ازش. فکر کنید مثلا من 15 سال سابقه کار بهش دادم و اون 4 سالش رو تونسته اپروو بگیره واسه من و خورد به شرایط کرونا و این داستان متوقف شد. درست. من خودم اقدام کردم این بار و 9 سال و 3 ماه اگه اشتباه نکنم جزء در واقع اسسمنت من هست. یعنی اشتباهات فقط من نشستم پرونده‌ای که ایشون درست کرده رو بررسی کردم. مثلا تایم پرگننسی رو برای همسر من مثلا زده بود که تایمی که ایشون قرارداد امضا کرده برای کار، یعنی زمانی که میدونید، یعنی میخوام بگم تاریخ تولد بچه‌ها رو داری، طبیعتا 9 ماه بعد قبلش ایشون نمیتونه فعالیت داشته باشه، حداقل تو 4 ماه 5 ماه آخر نمیتونه. زمان امضای قرارداد دقیقاً 4 ماه آخر پرگننسیه. میخوام بگم که حالا کاری ندارم آفیسر این جزئیات اینطوری، من کاری ندارم که آفیسر اونور فهمیده این ماجرا رو یا نه، ولی میخوام بگم جزئیاتی که یک موضوع رو متفاوت میکنه دیگه. خب 9/11 به یه علت این بغل متفاوت با ساختمون بغلیش. بله. اون جزئیاتی که مدیر رعایت میکنه و اینا ساختمونه. ولی خب اون وکیل به من همیشه میگم من اعتماد میکنم یا نمیکنم این کارو با یه دفعه اعتماد میکنم. مثلا میگم من این هزینه رو دارم پرداخت میکنم که یه کارهایی رو خودم انجام ندم. دقیقاً. ولی خب آره دیگه. نه اصلا موضوع خیال راحت هم نیست. میگم من یک وقتی رو دارم میخرم، دارم هزینه‌اش رو پرداخت میکنم، اون زمان رو برای خودم میخرم. حالا زمان برای آگاه شدن هست، زمان برای چون انجام اون خدمات یا هر چیز دیگه. اون من سپردم به یه نفر ولی خب به این شکل برای من برگشته. آره متاسفم. همین حساب میگم خب تجربه منفی دارم. من اصلا تایملاین گرفتم از ایشون. من با شما چیکار کردم؟ گفتم برنامه به من بدید. درسته
شما یه برنامه دیگه گفتن تو برای من روشن نیستین، روشن‌ترش کنید برای من. همه این پروسه رو ما با هم رفتیم تا جایی که من احساس کردم خب این برنامه‌ایه که من میتونم دنبالش کنم، میفهممش الان. در تاریخ فلان باید این کارو بکنم، در تاریخ بهمان باید این کارو بکنم، پس این مسیر رو میریم، ددلاینش هم اینه. خب من همین از طرف مقابلم اونجا هم خواسته بودم، ایشون هم زحمت کشیده بود یه چیزی شبیه این برای من فرستاده بود. میدونید چیه واقعیت میگم من اون تجربه رو دارم دیگه. اگر اونو برای من میفرستاد همون موقع درست و دقیق، من یه نگاه میکردم خودم حتی بهش پیشنهاد میدادم که مثلا این اشتباهات توی اون داستان وجود داره. علتش فقط من آگاه‌ترم نسبت به شرایط خودم. اصلا ممکنه دیتایی باشه که من به شما منتقل نکرده باشم. بله فراموش شده یا اصلا بر دلیل این بود. بعد از طرف خود من یه کیس پیچیده‌ای داشتم. ببین من خودم اقدام کردم برای اسسمنت، برای یک رشته‌ای اقدام کردم که هیچ ربطی به تجربه‌ام نداره. بعد تایم هایی که اونجا اعلام کردم، بعد مثلا ممکن من 20 بار اون پلن چیده باشم، آخرین چیزی که حتی به اون ارائه کردم و ممکن این بین شما نداده باشم. متوجهم. تو همین حساب اونجا من درخواست جی اس کردم فقط برای اینکه بدونم اونجا داره چی نوشته میشه، که بدونم آیا اطلاعات در واقع این وسط میس شده یا نه. و اینکه میگم دیالوگ گفتگومون که به پایان رسیده، بیشتر از اینم نمی‌خوایم وقت ارزشمند شما رو بگیریم. اگر میگم حالا در حد 1 دقیقه هر میزانی که خودتون مد نظرتون هست، نکته‌ای، پیامی، چیزی اگر دارید برای عزیزانی که میخوان وارد این مسیر بشن و فکر میکنید میتونه براشون مفید باشه بهشون بگید. ببینید اول و آخرش سخت‌ترین کار دنیا رو یه نفر وقتی تصمیم میگیره به مهاجرت داره انجام میده. درست. بنابراین انتخاب چیزهایی که بتونه آرامش خاطر براش ایجاد بکنه مهمترین فاکتوره. به خاطر اینکه میگم به اندازه کافی مسیر سخت هست. بله. یعنی شما فکر کنید اصلا من کاری به موضوع شما ندارم. موضوع وکیل ندارم. ببینید هر که اصلا من میتونم خودم این مسیر رو شروع بکنم و برم. بله. ولی یک باریه. من تجربه دارم تو اون قسمت حالا با صرف یک مقدار هزینه این بار رو دوش خودم بردارم و این استرس رو در واقع شیر بکنم. درست. به اندازه کافی میگم حتی اگه مثلا فکر کنید ویزای من امروز رو میزم بود بدون همکاری با شما، هنوز این مسیر پر استرسیه. بله دقیقاً. میدونید حالا من شرایطش رو داشتم، این بار رو اونجا برداشتم از روی دوش خودم. شما زحمت کشید به نحو احسن این کار رو انجام دادید که خیلی هم متشکرم. باید فکر کرد واقعا راجع به این که اون آدمی که به درد میخوره این کار رو انجام بده. من توصیه میکنم به خیلی از دوستانم، من واقعا چه بخواد این کارو کردم، کسایی که میدونم درگیر این پروسه هستن و حتی ممکن تجربه منفی هم داشته باشن. تجربه مثبت هم بود در اختیار گذاشتم. من نمیگم الزاما کیس اونها هم به این شکل ختم میشه، ولی من تجربه مثبت هم بود با اون دوستان شیر کردم. الان اگه هر کسی میخواد این وایس رو بشنوه دقیقاً صحبتم همینه. تجربه شخصی من مثبت و بنابراین همین رو منتقل میکنم. خیلی محبت دارین شما. این برام خیلی ارزشمنده که هم نتیجه موفقیت آمیز بود، همین که این تجربه برای شما یه خاطره خوبی حداقل بذاره. و ما که حالا معمولا در تماس هستیم با عزیزان بعد از اینکه حتی کار به پایان میرسه، براتون آرزوی بهترینا رو دارم. خیلی لطف دارید. خیلی و همینطور خانواده محترمتون با سلامتی که این فصل جدید براتون پیام آور خیلی اتفاقای مثبت خوب باشه تو زندگی. خیلی متشکرم. خیلی محبت کردید. لطف کردید. ممنون.